The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. Some of our guerrilla were walking from here. Unfortunately, American soldiers shoot some of them, and we were forced to attack, and unfortunately, they not only were shooting with different kinds of guns, even with such bullets, and we are not opposite with the American people. We are opposite with government in all American government in all over the world. We are opposite, and we want to kick out, all imperialism, all imperialism from this country. We want this country for ourselves. خوب فارسی صحبت می‌کنید. بله، صحبت کنیم دیگه. 6 ماه اینجا تو یاد گرفته باشیم. قبلا هم یاد گرفته بودید. بله. چطوره وضعتون؟ حالا همینطور که می‌بینید دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت والا خوبه دیگه. خوبه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره، میشه برطرف کرد. نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که همین که اینجا هستیم. امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان. ان شاءالله. اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید. ان شاءالله. خب بفهمید نمیشه. بخشی ما چیزی نداریم اینجا تعارف کنیم براتون. خلاص بچه بعضی موقع شیرینی میارن ولی هنوز هم نیاوردن دیگه که ما تعارف کنیم. شما وسیله مطالعه و اینها داری؟ بله. کتاب داری؟ بله. وضع بهداشت خوبه؟ وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست، لباسشویی و اینا هست. در این اتاق تنها هستید شما؟ بله. پس بیشتر وقتتون به مطالعه می‌گذره؟ بله. چند وقت شما ایران بودید؟ من قبلا 4 سال ایران بودم. والا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هست. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا هی میخواد مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بسه، میگم زوده، بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یکم ناراحت میشه، معلوم میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس اونجایی که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه
نموداری از احساسات مردمه. این دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، به عکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی نیست که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من حرفی ندارم در این مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه. تو اون که شکی نیست، یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این مسئله مشکل کرد اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون، برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول باشید. اتفاقا من به بارها به بچه‌ها گفتم موقعی که ایران بودم، هم اون بار قبلی و این بار مخصوصا این بار هیچ از نظر برخورد با ایران هیچ اشکال و ناراحتی نداشتم. مردمان بسیار مهربان و مهمون دوست هستن. بله وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه، اتاقهای تمیز و منظمی دارن. از لحاظ وضع غذا و بهداشت و حمام و اینها هم من از همهشون سوال کردم، کلا راضی هستن. حتی از لحاظ غذا و وضع بسیار زیستشون خیلی خوشنودن. غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن. دو سه درخواست داشتن که اینها رو من یادداشت کردم که به برادرهای دانشجو بگم که انشاءالله اونها رو تأمین کنن. کتابخونه بسیار خوبی دارن که من رفتم تو کتابخونه و دیدم یکی از همون آقایون امریکایی مشغول بود که کتابی جستجو میکرد که مطالعه کنه. یکی از همون گروگانها رئیس کتابخونه است، مسئول کتابخونه است و رسیدگی به امور کتابخونه با اونه و کتاب میان میگیرن میبرن تو اتاقهاشون. 3 تا 4 تا بیشتر کتاب هست. 2 تا از خانومها من دیدم توی اتاقشون تلویزیون داشتن استفاده میکردن و بعضی دیگهشون هم گفتن که از تلویزیون استفاده میکنیم، ولی مسئله تلویزیون ظاهرا مال خیلی پیش نیست، شاید مثلا 7-8 روز یا بیشتر هست که اون کسی که به من گفت تلویزیون دارم گفت 7-8 روزه که استفاده میکنم از تلویزیون. درخواستاشون غالبا همین هست. درخواست دیگرشون این هست که مایلن روزنامه داشته باشن و از اخبار کلا مطلع بشن. اظهار میکردن که چیزی نمیخوان. یکیشون که جوانی هم هست میگفت یک بلیت فقط لازم دارم که برگردم. از بعضیشون پرسیدم که به نظر شما مسئول در این حادثه شما کی هست؟ صریحا میگفتن که دولت ما و شاه. البته تأکید کردیم و گفتیم که ما هم آرزومندیم و امیدواریم که هر چه زودتر اون امانت ما رو به اون بدن و ما هم شما رو بفرستیم برگردیم.